الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله. اول یکی همه شما مردم شریف به این ماه مبارک تبریک میکنم. بعدا برادران عزیز و گرامی، یعنی انشاءالله مقصدم این بود که در حقتون و در حق ملتون، در حق وطنم دعاگو باشم و همیشه دعا میکنم. ولی حاضر من میخوام در یک دقیقه های اندک که برای شما یک گوییم که آن چیزی که در ذهن ما هست، در فکر ما هست، من به گوش شما رسانم. وقتی که شب برادران عزیز، دیروز ما از تراویح برگشتیم و وقتی تلفن کشیدیم و وضعیت ها را مقصد هر روز که پیگیری میکنیم، امروز برای همگان معلوم است. وقتی حالت ما در مرز دیدیم، حالت در بین مردمی واروخ و هم سرحد اونها وقتی دیدیم، راستی بسیار یک بگیم لحظه های برای آدم ناراحت کننده، بسیار بگیم گفتی همی تاجیکای ما زیق هم شدیم. ولی انشاءالله برادران عزیز و گرامی، در هر یک لحظه هایی که به سر ما می آید، انسان باید روح افتاده نشود. هیچ وقت روح افتادگی در کار نیست. فقط ما اولا به تمام مردم واروخ گفتنیم، شخصا من خودم، من دعا میکنم که الله مهربان اولا شما را حفظ کند و ما در پهلوی شماییم. امروز همه ما واروخی، گپ در سر دیگر اینجا سر منطقه ها دیگر نمی رود. یعنی همه ملت با شما است، همه وطن با شما است، زیرا شما هم یک پارچه از زمین تاجیکستان مایید. به همین خاطر برادران عزیز و گرامی، اولا دعا میکنم که اونهایی که گذشتن، در همین حالت گذشتن، خدای مهربان اینها را رحمت و مغفرت کنه که بسیار درجه بلندی بردن. این طرف ماه رمضان که درهای همه عذاب الله بسته. دویم حمایه مرز بوم که پیامبر گرامی گفته است 3 نفر گفته است به حساب جنت می رود. یک نفر شما کسی هست که مرز بومی دیار خود چه حفظ میکند. این برادرای گذشته را الله رحمت و مغفرت کند و زخمی های ما را الله مهربان شفای کامل تید. و برادران عزیز و خیلی گرامی، من امروز قدرت و قوت من این است که همیشه در حق شما در هر یک نشستم، در هر یک عبادتم دعاگو هستم که همه مشکلات را با فضل کرمش دور گردانم. فقط باز گفتنیم که امروز الحمدلله رب العالمین ما در یک زمان زندگی داریم، ما در یک دولت زندگی داریم که انشاءالله رسیدگی در همه مشکلات شما را میکنن. به این خاطر ما باید که هیچ وقت ایتری روح افتاده نشیم، شکست دیلم نشیم و هیچ وقت خودمانه ایتا آدم تنها و بی‌صاحبم برادر عزیز هیچ وقت احساس نکنیم. برای این من از برای خدا با شما گفتنیم برادر عزیز که قطعیتانیم، همراهتان هستیم و دعاگو هم هستیم. و امروز برادرایی که از ما هستند در کدام منطقه زندگی داریم، امروز برادرای عزیز و گرامی ساعتی آمده است که همون مرز و بوم حفظش که این بگیم یک چی گوییم یک زمین های تاریخی که برای ما و شما باقی ماندگی هست، انشاءالله هر وجب او را ما حمایه میکنیم. و اگر الله مهربان که ما مردم جنگ خان نیستیم، ما مردم مثال بگیم که جنگ کن نیستیم، لیکن هم گفتید تاجیکای ما جای جنگ جای ننگ، امروز جای ننگ که آمده است، الله مهربان او ساعتش هم نیارد. اگر آورد هر یک نفر ما باید که برای حفظ حمایه امین وطن و ملک خودمان برادر عزیز 3 جانه، اگر 1000 جان که در کار شد برادر عزیز، ما باید که دادنمون در کاره. برای این من انشاءالله بازم میگم خداوند روزهای سخت نیارد، روزهای وزنی را نیارد. خداوند دنبال این کار کشی با تنجی و خوبی را بیارد و الله مهربان همه تون حفظ کند. آمین یا رب العالمین.